بار از زبان شکرین حبیبی خدا شنیدم که می گفت لقد رأيت رجولا يتقلب في الجنة. این حدیث مسلم است که حبیب خدا می گوید شب معراج، شبی که مرا پروردگارم با دعوت خود پیش خود خواند، این شب من گذر از دوزخ کردم و گذر از جنت کردم. همراه جبرائیل بودم، برای من جنتم نشان داده شد، برای من دوزخم نشان داده شد. حضرت می گوید وقتی که من در جنت در آمدم رأیت رجولا یتقلب فی الجنه، نگاه کردم یک مردی را هرچی میخواست میخورد، هرچی میخواست می نوشید، هر لباسی که میخواست میپوشید. جنت در اختیار این مرد بود. خیلی خوشم آمد. این چی با شرافت مردی است که پروردگار جنت در اختیار این مرد داده است. وقتی پرسان کردیم این مرد این منزلت و این بزرگی را در جنت از کجا یافت، به چه خاطر؟ برادرای خیلی عزیز و گرامی، این حدیث در صحیح مسلم وجود دارد. بسیار حدیثی هست که ما بعد شنیدن این با یک چنگ با این عملی که این مرد زده بود و این درجات را یافت، باید که ما از پی همین عمل باشیم. فی شجرة قطعها من ظهر الطریق كانت تؤذي المسلمین، رواه مسلم. حبیب خدا را گفته شد این مردی که هر چیزی که میخواهد میخورد، هر چیزی که میخواهد میپوشد، هر چیزی که میخواهد مینوشد، هر مکان جنت برای این کشاده است. سبب این درجات یافتنش این است که در همان کوچه‌ای که زندگی میکرد در راهگذر مسلمان ها یک نوده درخت خم زده بود که همیشه مسلمان ها از این نوده درخت آزار میافت. این مرد به خاطر که این نوده را پاره کنه مسلمان ها از آزار اون نجات یابند، آن نوده را پاره کرد.